ما هر یک با شاهد آن شدیم که یک پیشنهاد سروری دولت درباره 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده که آن را از مجمع سازمان ملل متحد به توصیب رساند، بار دیگر ما را سربلند و خوشحال نمود که امروز نه فقط ما، نه فقط جهانیان، نه فقط آن شهروندان، بلکه آن مردمی که در دیگر ممالک دنیا زندگی میکنند آن را برای خود همچون درس، همچون دستور قبول کردند. و وقتی که ما به وضعیت امروزی جهان نظر میکنیم، از صلح و وحدت خود ما افتخار میکنیم که امروز جهان در کدام جبهه قرار دارد. 35 سال استقلالیت بار دیگر به جهانیان مشهور کرد و شهادت آن را داد که تنها صلح میتواند زندگی آرام و آسایشته را برای شهروندان داده باشد. و هر یک نفری ما که شاهد زنده 35 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان هستیم، آن روزهای گذشته خود را به خاطر می‌آوریم و از این روز امروزی ما افتخار میکنیم. گویا دیر از یک بود که از منبر این قصر بسیار مشهور سرور دولت، پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان پرچم را بوسیدند و گفتند که من به شمایان صلح می‌آورم. ما زنان و مادران چگونه خرسند و خوشنود شدیم و ما زنان و مادران افتخار از آن کردیم که صلح در انتظار به جمهوری تاجیکستان قدم‌های خود را می‌گذارد. و همین صلح بود که طول 35 سال امروز تاجیکستان به یک دولت گل شکوفان تبدیل یافت و باشد که هر یک نفر ما حفظ کننده، با آیندگان میراث گذارنده و پیشبرنده این سیاست باشیم، برای جوانان، برای فرزندان خود یک ملک آباد، یک زندگی آزاد و خوشبختی و خوشروزی را میراث گذاشته باشیم.